از گین ما خطا خورد. ما یک دو دقیقه دیگه انتظار میکشیم باز شروع میکنیم برای که ما میخواهیم که انشاءالله اگر شما یک چند دقیقه زود بخیر کنیم بخیر. همین موضوع رو خلاص کنیم. ممکن است که همین درس آخر ما باشه امروزتان برای یک چند وقتی خیر باشه. چند وقتی که بخیر شما استاد سعدیاب شوین؟ اگر صحتیاب شده بله. نه استاد انشالله که میشه تو نکنین. میشه انشاءالله استاد. دقیقا جوان نیستین استاد. استاد همی بیشتی کجاست؟ والا اون کجاست یگانش می باشه یگانش نمی باشه. البته رفته بهشت برای یک رخصت. استاد در یک وقتا منظم بود، یک مدت را زیاد منظم بود. دینمی روزا یگان روز تو هوا میکنه. دلم بید که برش تلفن کنم که کجا هستی. دیگه بیا میدان صاف کو. رخصتی میره بهشت خب برو خب سرتیفیکت ما رو همراه خود نبره. اینو دیگه دیگه در شریفه جان اومد چه مزه آمد استاد دکتر سیف شریفه جان؟ شریفه جان در چیست در ایرات است. ایراد خواست حج رفته بود نه استاد؟ حج رفته بود یقینا آمده دیگه حاله. خب همین دو نفر ما آمده من رکورد کردم باز رکورد برای کلی روان میکنم. شما مگه بر دیگر روان میکنیم باز روان کنیم. نیست استاد نه خودتان روان کنین استاد تو ما اصلا که تو لگه منتظر می باشم. اصلا تو شد دکتر سبایگل که مرا برای عملیات ذهنی ما روان کردن پیش دکتر پرایمری کیر ما که مرا کلیرنس برای سرجری کلیرنس بده که در جمله معاینات علمدار چیز تکسری و دیگر کردن. در معاینات ایکیجی که دیدن ایکیجی می بسیار زیاد غیر طبیعی بود. یک ای فلاتر برای ما پیدا شده دفعتاً به ضربان قلب ما در 35 پایان شده و این را گفتن که باید حتما یک ابلیشن یک طریقه است از رای پایان داخل میشن ابلیشن میکنن باز همه حزمه حیث باز جایش قطع میکنن. خب هر صورت مرا بستر کردن که روز پنجشنبه امور ابلیشن میکنیم. معلومدار در زیر انستزی عمومی میکنن یک شاده شفاخانه نگاه میکنن. به هر صورت وقتی که میره میکنن برای باید دیگه تمام مناطق قلب مرا میکنن. بازو یک رفیق باش یک انستیتوشن قلب داره دکترها برش کار میکنن و نرسا از خود لابراتوار کت داره و سیتی سکن داره و تمام چیزها رو خودشان اینجا دارن. بسیار رفیقم بود برای تلفن کردم در یک ماه دو ماه با کس میسر نمیشه و بیچاره قلوب کرد که فقط از شعبه و شعبه مؤسسه خود امرای خودش رفت خودش پیش نرسا رفت پیش دکتر رفت گرفت در یک هفته کل معاینات قلبی مرا کرد. استرس تست و نمیفهم تالیم تست و دیگه اکوکاردیوگرافی رو دیگه پیت سکن و دیگه کل چیزا رو کرد. باز امروز مرا خواست که بیا که سر نتیجه کلش گپ بزنیم. سر نتیجه کلش گپ زدیم قلب ما متاسفانه نیست که ما در این وقت هستیم که قلب ما خراب شده. یک تعداد پرابلمات در قلب ما پیدا شده که یکی خو دستام تراکوسپید و دستام مایترال به قسم مایلد انسفیشنسی داره. دستام خود ابهر مایلد انسفیشنسی داره و دیگه اردو بطن راست کمک ور کلان شده. منتها خود عضله قلبی رو میگه بسیار خوب بالکل نرمال است. اما اجاکشن فرکشن میگن
ایجکشن فرکشن ما از 50 بالا بود. 50 بالا گفت برای سن جوانان نرمال است، برای تو خب بیخی نرمال است. دیگه چیزی که در اونجا بود گفت که در پت سکن و اینا که دیدن که ممکن است که من کورنری آرتری دیزیز داشته باشم. کورنری هم ممکن است که دو تاش یا 50% امکانش هست که یا بند باشه یا ایست که خرد شده باشه. اینا مرا صبا اسکجول کردن که باید یک کاتتریزیشن کنن. گفتن اگه کدام جای تضایق یافتیم او را استنت میکنیم، اگه در استنت نشد یا در استنت کدام پرابلم پیدا شد باید اوپن هارت سرجری کنن که کورنری بایپاس کنن. از اون خاطر دیگه ما حال دگیر زیر رفیق دیدیم دیگه بان کلو چی میکنن. گفت که روز پنجشنبه که او رو کنسل نکردن، روز پنجشنبه گفت ما ابلیشن میکنیم، امروز رادیو فریکونسی ابلیشن میکنیم. اونم گفت ممکن است که امی آدمی که فاید دست ما رو یا بیخی از بین ببره خوب بسازه یا بسیار بهتر بسازه. گفت تجربه ممیسته که ابلیشن امی دست ما رو بهتر میسازه. دیگه اینا تا که گپا خلاص میشه ما امید فیصله کردیم که نمیره فعلا برای درس آخر میسازیم. اگه باز ما خوب بودم پس شما رو میبینیم انشالله، اگه نبودیم این از اینجا از ما شما رو به امان خدا است. از دعا ما رو فراموش نکنید. خداوند شفا بده. خدا مهربان است. اینه محمد دعا گوی شما هستیم استاد. تشکر، زنده باشین. دیگه به خوبی شما را جور و صحت سلامت کنه که ما از داشته های شما مستفید شویم. مجد جان قجزاده آمد. دیگه از پاکستان برای مدینه روز یک دکتر تلفن کرده بود، دکتر بود نبود و اونا باز فن گرفتن از اسلامیک بانک و میخواین که در افغانستان در 20 ولایت پروگرام ترینینگ شروع کنن و فستولا را در مفهوم در اونجا بسازن و آنکولوژی را و خب کلش یک مسخرگی است. کلش یک چیز فوق‌العاده، یک چیز پوچ چتی بود. دیگه در شفاخانه کور رفته، شفاخانه دکترای پاکستانی در اونجا که عملیات کنن، در حالی که در اونجا عملیات کردن 3-4 واقعه را زیادتر خراب ساختن. باز امروز از جا بسیار چون کردن که نه شما چیزی رو یاد ندارین، تو در حالی که دکتر عطیه اینقدر دستش در فستولا خوب است که چی بگویم. خب هر صورت او دیگه باشین که پس چی وقت گپ درست میشه. فاینال ما شما بخیر شروع میکنیم. اسکرین ما رو میبینین نه؟ جواب بتین دیگه، کری نخورین امشب شما. بله استاد استاد. دیده نمیشه. نمیشه دیده؟ دیده نمیشه گفتم استاد. خب باشتی که ما خیره استاد. دیده بدم. این حال چطور؟ دیده نمیشه استاد. نمیشه دیده هنوزم؟ چی که دیده؟ چرا دیده نمیشه؟ دیده نمیشه. خب فهمیدم نه 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 دیده نمیشه استاد. خب فهمیدم. این ایره پس میکنیم، این از سر ایره باز میکنیم. یک ذره تیز پیش میرم برای که یک مقدار از زیر پیشتر شما دیدین کلشه. از او خاطر یک کمک کاری چی پیش میره، همی سریع پیش میره.
اینا رو خب باید ببینین نه؟ استاد دیده میشه. نمیشه دیده هنوزم؟ نمیشه دیده؟ دیده میشه استاد. دیده میشه. خب اینو تو بگوین، من خیال میکنم دیده نمیشه. استاد دیده میشه. دیده میشه. خوبه. پرینیال رسیرشن ما شما سرش گپ زدیم چند دفعه و از این سلاید تر میشیم. این اناتومی است که کلش شما میفهمین. اناتومی عضلات است که میفهمین که مسئله چی رکتوم از منشأ خود از لویتر انای میگیره. این باید ببینین که وقتی که مسئله خارجی رو ترمیم میسازیم، یک مسئله خارجی خود ما میسازیم، مسئله او را از لویتر انا یک شریط میگیرم. من برتن یاد میکنم که چی رقم میگیره. معلوم داری عضله ترانسفرس سوپرفیشل ترانسفرس پیرینیال مسئله تو اینی از کاورنوس است و اینی اسفنکتر رکتوم است. خب اینه یا یک اناتومی زیادترش. خب ایتیولوژی در چیست در ایتیولوژی از این چیز وژنال دلیوری رپچرهای جان، وژنال دلیوری، لارج بیبی، میدلاین اپیزیوتومی. در میدیولاترال هم لسریشن به وجود میاد، بسیار کم است. اینا رو باز براتون میگم. اینا میره وقت چیز براتون بگم که میدیال اپیزیوتومی بسیار زیاد بیناین است. برزی که دسپرینیا تقریبا هیچ نمیسازه و ترمیمشون بسیار زیاد آسان است و ترمیم و منعدبشون تقریبا 100% است در حالی که درست چی شود ترمیم شود. ما ممکن است که از هزارها زیادتر میدلاین اپیزیوتومی رو ترمیم کردیم. امرای تمزقات درجه 3 و درجه 4 ما تنها یک پیش دیدیم که تنادب نکرده که برام به خیلی خانه رفته بود، امرای شوهر خود نزدیک شده بود. میدیولاترال یگانه مزیتش نیست که سبب رپچر جان نمیشه، دیگه هم سبب درد میشه، اسکار زیاد میشه، ترمیمش مشکل است و زیادتر سبب دسپرونیا میشه. میدلاین اپیزیوتومی دیگه پرسپتس دلیوری نمیشه که کسی میاد فوراً ولادت میکنه که هیچ آدم نمیمونه که ولادت زیر کنترل بگیره. اکسیدنتس معلوم داره که در سر جانشان اکسیدنت باوجود بیاد. دیگه کویتال ترامای خود وقت مخصوصا در کسایی که شب اول عروسیشان است، کسایی که باکر هستن، ما بسیار وقت خراب از دیدیم که حتی نزدیک بوده که بمره از خونریزی. یکی از وقاتش که شوهرش نمیماندش که برای یک شریان بسیار کلان پدندل پاره شده بود، برای 10 ساعت رو نماند، برش تاویز نوشته کده میرفت که باش خونریزی تستاد شود. او تاویز هم معلوم دار فایده نکرد. اراده خدا نرفته که یک شریان ببر وزیر امر تاویز بسته کن. خب باز وقتی که آمد در شاک بود، فضل خدا که حیاتش خریدیم. یعنی تا به اون اندازه شده میتونه. ما مثلا دیگه در پاکستان دیدیم که به تمام مانا جدار رکت و وژنل وال به تمام مانا از بین رفته در وقت انترکورس اول. یعنی مقصد متوجه از دیگه باشین. و دیگه تداویش قدر مشکل نیست چون نو است تداویش. یعنی ببینین اینی تمزق درجه 1 است که تنها وژنل میکوز است. درجه 2 که پرینیال مسل است. درجه 3 است که تنها اسفنکتر است. درجه 4 است که خود غشای مخاطی رکتومم چی میشه؟ پاره میشه. اینی درجه 4 است، اینی درجه 3 است. تشخیص در وقت که ببخشید که تازه باشه بسیار جات آسان است و ترمیمش هم بسیار آسان است. یک چیز متوجه باشین، اگه نشته نکنین پیشتر نشته کنین. تمام رپچرهای فرست دیگری که این نیست، اگه خونریزی نته به هیچ صورت سبب نداره که رو ترمیم کنین. اگه ترمیم کنین زیادتر سبب اسکار و سبب دسپرونیا میشه.
علاج بتین واژینال میکوز بسیار با خوبی خودش ترمیم میکنه. آن درجه 2 که باشه چون عضلات پاره شده اون رو باید به درجه 3 و 4 باید ترمیم کنیم. دیگه تردیدات اون قصد از اون خاطر در وقت ولادت ها براتون گفتیم که وقتی طفل ولادت میشه باید به 100% قنات تناسلی رو باید تفتیش کنیم. برای که اینجا شریان پودندل است بسیار خون میده. اون اگر از 1 سانتی متر کمتر باشه حاجت ترمیم نیست. اگر زیادتر بود مخصوصات خون میداد. یک کوک بزنین، کوک 8 درست است. اینی را اگر خون نمیده هیچ قابل ترمیم نیست. برای که تمزق درجه 1 است. یک تفلک بروز براتون گفته باشیم که در سرویسشان در راه جالبات از کلول خورد. این دخترک از کلکین پرید راسن در سر یک سنگ خورده بود و یه جانش پاره شده بود. باشه پس کنه بدونجا اینی رکتومش جانش پاره شده بود. وزیر ظالما بردن در جالبات همراه سلک دختنشه که کفر اتبابت است. میره بازا بردن در شفاخانه چی رابی بلخی. ما اون وقت همونجا بودیم رو پاک کردیم ترمیم کردیم پس بالکل درست شد و یک هایمن هم برش ساختیم که هیچ کس نفهمید که یا به تراومای پاره شده یا نشده. اینی واقع تراوما رو یگانه واقع است که به این شکل ما دیدیم. دیگه براتون بگویم که خواهی خوب باز اناتومیش زیشتر بشیم که شریان پدندل یعنی شریان انفیرور همورایدل است، شریان سوپیریر واژینال است. یعنی شریان پدندل است که از زیر نتوی شوکی از زیر سپاین تیر میشه. یعنی پسان براتون میگم که چی اهمیت داره. اینه اینی عصب پدندل است و اینی شریان پدندل است. اینو با پسان براتون بهتر نشان میده. اینی سپاین است. میبینید اینی سپاین است. شریان و عصب پدندل از زیر نزی سپاین تیر میشه. اینی سپاین است از زیرش تیر میشه. شریانش و عصبش بعدش از زیرش تیر میشه. اینا رو وقتی که مریض در صفحه دوم ولادت میره شما اینو میره یک پودندل بلاک کنین، پودندل پرینیل بلاک کنین. مریض 99% درد باز دیگه نمیفهمه. یک چیز بسیار ساده و یک چیز به تمام مناسب. اینا رو میبینید تکنیکش چطور است. اسپاین پیدا میکنین. اگر امروز سوزن پیدا کنین ممکن است که دست خود امروز سوزن بزنین. یک ترامپت است براتون نشان میتونم. هر آینگر را که در افغانستان بگوین براتون ایره میسازه. همراه زو اسپاین تعیین میکنین، سوزن تانه در مبین ترامپت داخل میکنین، در زیر اسپاین یک کش میکنین که انستیتیکتان داخل شریان وارد نشه. بعد از او یک 5 سی رو در این طرف 5 سی رو در این طرف داخل میکنین. بعد از او یک پرینیل بلاک میکنین که حالا براتون میگم پرینیل. اینا رو بریزی 10 دقیقه صبر کنین. بریزی که صفحه دوم ولادت دردایش از محبل و از اجان است. این به تمام مانا اجان و محبل انستاز میسازه. بسیار سیف، بسیار مؤثر و مریض از زمین تا آسمان دعایتان میکنه. در که درد ولادت خواهد ما که شما میفهمین بسیار درد خراب است. اینی رو داخل میکنه در زیر سپاین. اینجا اینو پسندتر براتون خوبتر میگه. این اعصاب است که میای پرینیوم چی میکنه که از S3 و S4 منشه میگیره. برکمو میاد در پرینیوم میمیره. اینا وقتی که شما میخواین که پودندل بلاک کردین برای که پودندل بلاکتون پودندل نرو در پرینیوم نمیه. اینا چی کنین؟ یک سوزنک بگیرین اینجا داخل کنین. اینی طرف لیبیا مجورا را سوزن تانه تا اینجا رو داخل کنین. یک 2 سی یک سی سوزن تانه پس کش کنین اینجا ضرب کنین. بدون از یک سوزن تانه از اینجا خارج کنین. از این شکاف پس داخل میکنین. این طرف هم با این شکل میکنین. از اینجا سوزن تانه داخل میکنین. مدلاین یک 2 سی در زیر جلد میکنین. بازی سوزن در ساعت 7 و در ساعت 5 داخل میکنین از میان شکاف.
دو سوسی طرف، دو سوسی طرف، دو سوسی اینجا، دو سوسی اینجا، 1% لایره که این که بتین اینی مریض 90% دیگه باز درد ولادت حس نمیکنه. با شما اینجا اپیزیوتومی کده میتونین دیگه تمزخات 3 و 4 بدون از اینکه مریض بفهمه کلش شما به تمام مانا میتونین ترمیم کنین. بسیار یک طریق ساده، من نمیفهم شما میکنین یا نمیکنین، خب مگری رو بکنین، هیچ کدام هیچ سرش رای نزنید، با مسئولیت ما بکنید. اینی ترامپت است. ترامپت چیست؟ در نوع که کلولگیست که شکاف از اینجاست. اینا لیری چی میکنه که در اینجا یک علقه را داخل میکنه، اینی علقه را در شست داخل میکنه، دیگه ایره در مابین انگشت مابینتان میمونه. اینا لیری که تیله کدین اولی را تیله میکنه برای انگشتتان تا که سپاین پیدا کنین. سپاین پیدا کردین اینه میره در زیر سپاین فکس میکنین. وقتی که فکس کردین اینجا سوزنتانه تله میکنین، نکل کتانه میزنه و یک کش میکنین اسپریشن 5-13 طرف 5-13 طرف. اینی یک پودندل بلاک است، بسیار ساده است، بسیار آسان است. با مسئولیت ما ایره اگر نکردین تا باله با مسئولیت ما ایره اجرا کنین. یعنی یکی بیستمی میدیال است معلوم دار که بیستمی لاترال است که پیشتر سرش گرد زدیم. یعنی به یک قسم شق میکشه یا به یک قسم یا امروز قشی میکنین یا امروز کارد یا امروز اسکالپل. خب اینال داگنوز چطور میشه؟ بر اونجا خطا خورده بود. کسایی که پاکستانی ها میخواین که دیگه چیز افغانستان خود تخریب کردن، خراب کردن، حالا بنام افغانستان به خیلی پیسه گرفتن بسیار زیاد. مدینه جان تو اگه برشان بگویم به ما کدام آسیب رسانده نمیتونن. اینا میخواین که در 20 ولایت افغانستان اینا یک پروگرام پست گراجویت برای فستولا و برای کانسرها شروع کنن. از کجا؟ کدام وسایل؟ اول ما شاگردش نداریم، استادش نداریم، وسایلش نداریم. دکتر عطیه گفت که من رفتم در جالبات که یک شفاخانه رو وزارت صحت ساخته برای آنکولوژی. گفت یک شفاخانه کثیف، چتل، اتاقهای خرد خورده، هیچ نه وسایل نه سامان نه هیچ. ما رو میگن که مریضا رو اینجا روان کنیم. برای فستول پاکستانی ها میاد اینجا سر افغانا کارت خود یاسین خود تیز میکنن. خب به هر صورت understanding the anatomy, adequate inspection در کارش مهم است. Determining the extent of the injury, asking for consultation from more experienced person if needed. اینی که ما افغانا نمی کنیم. بسیار یک غرور نفس داریم که ما چطور از یک کس دیگه ولو که یک جاروکش شاید شما یک کلمه یاد گرفته بتونین، کلانترین افتخار است که ما از اون جاروکش پرسان کنیم. رابرت کندی رفت در چی در جایی که راکت ها را روان میکنن. رابرت کندی بیادر جان اف کندی را که کشتن، رابرت کندی را هم کشتن. در اونجا داخلش که می‌درآمد در امارت یک نفر چی میکرد؟ همین زمین ها را ماب میکرد و پاک میکرد. گفت که تو چی میکنی اینجا، وظیفه چی هست؟ و گفت که سناتور وظیفه من اینجاست که ما کمک میکنم که انسان در کره ماتا پایان کنه. اینی میره رابرت کندی در خط طلایی در سر چی نوشته کرد که کلی کارا با تیم ورک میشه. اونم گپ را که او زده بود یک فلسفه کلان داشت که کل ما باید به صورت دست جمعی کارا بکنیم. متاسفانه در افغانستان که جای نمیرسه که یکی در کلی دیگه خود زمین. اسیستن اویلیبیلیتی بسیار زیاد مهم است که اسیستانت که امروز آدم کمک کنه، مخصوصا که آدم قدر تجربه خوب نداشته باشه. نال برتن میگیم یک سامانک است. اگه پیشتر نگفتیم برتن، این سامانک از لاهور بخواین بسیار ارزان است. اینمی در 2 بجه شب که براتان یک تمزق در 3 یا در 4 پیدا شد. بهترین رفیقتان اینمی است که به نام گلپی کلمشاد میکننش برتن میگم. خب ابساتی که تیولوژی
primiparous, large fetus, short perineum, midline episiotomy, abnormal presentation or position معلوم دار مخصوصا presentation OP occiput posterior. Experience of the caregiver بسیار زیاد مهم است. ما شما سر میخانیکت ولادت ها چقدر گپ زدیم چقدر سر زود بحث کردیم. هوم دلیوری که 97% قرار ایسایی که یونیورسیتی واشنگتن در ایراد گرفتن 97% مادرها در خانه بدون کدام کمک ساینتیفیک در مابین خانه ولادت میکنن. فورسپس دلیوری یک سوالی است که آیا سبب لسریشن میشه نمیشه. دیگه پرسپتس دلیوری رو پیشتر گفتیم که بسیار به سرعت ولادت میکنه. دیگه improper repair که اگر درست آدم ترمیم نکنیش از دردش کرده میگه پوندیدگیش بسیار زیاد است. مشکلات زیادتر میشه. خب پریونشنش چی هست؟ Complete understanding of mechanism of childbirth که ما شما رو بسیار مفصل complete understanding گزیر ما شما دیدیم در ویدیو در هر چیزو و تمام اونا سر از این گپ زدیم. دیگه manual protection of the perineum به قسم که آدم باید جان حفاظت کنه. حرکت انستیژیا براتون پیشتر گفتم. liberal episiotomy in time وقتی که آدم با تجربه میکنه که بفهمه که اینا لسریشن میکنه اون وقت آدم اپیزیوتومی میکنه. برای که اپیزیوتومی رو چون آدم قطع میکنه یک مقطع بسیار فرش و تازه است. ترمیمش هم آسان تر است و تندبش هم بسیار بهتر است. از اینکه کرش کنده است از اینکه عضلات آدم شک کنه ببره. خب جداش از use of forceps که آدم یاد داشته باشه. Experience and knowledgeable of proper repair باید say proper. If it is repaired properly it is a benign problem. اگر صحیح ترمیم شه بالکل benign problem است. Unrepaired or unsuccessful repair is a disastrous disability که سبب فستولا میشه معلوم دار. خب ما را استاد کنین من یک ذره تیز را میرم گیر امشب خلاص کنیم. Treatment. The best treatment is prevention or proper time repair. تا اون وقتش باید ادن ترمیم کنیش. ترمیمات هیجان خوب شد که یاد آمد براتون بگویم کسایی که تمزق هیجان میکنه یا درجه 2 درجه 3 یا درجه 4 دو نظریه است. نظریه که زیادتر قابل قبول شده که اگر در ظرف 24 ساعت آمد رپیر کنینش. برای که اینجا چون بسیار زیاد یک جایی است که اویه بسیار زیاد است مثل یک جرحه روی آدم بعد از 24 ساعت یا سر بعد از 24 ساعت ترمیم کرده میتونه از دست نمیتونه. از دست که از 6 تا 8 ساعت تر شد جازانه ایست برای که تندب نمیکنه انفکشن میکنه. در روی در سر و در جان اجازه است. اینا اگر از 24 ساعت تر شده باشه دو نظر است. یکیست که میگن 3 ماه انتظار بکشین بعد از ترمیم شود. دیگه میگن که نه مریض داخل بستر کنین بال پرپ کنین همایش پاک کنین انتی بیوتیک بندازین هر روز 3 دفعه بشورین اجانه بعد از ترمیم کنین. رندمایز استادی در اینجا درست وجود نداره که ایره مقایسه کرده باشن. ما خودم به صورت مقدم ترمیم نکردیم. یکی دو تا را که ترمیم کردیم در رزرویشن ایندیانا درست شده. در غیر از او ما توصیه می‌کنم 3 ماه انتظار بکشید. Time between the injury and secondary repair این که گفتم. Preparation for repair که آدم چی بکنه. بال پرپ در افغانستان دیروز ما شما سر بال پرپ گپ زدیم. سوچر متریال اگر وایکرال نداشته باشین کرومک بهترین صورت. هیچ وقت از نایلون کوکایی که غیر قابل جذب است مخصوصا سلک که پیشتر دیدین استفاده نکنید.
کرومیک آف میشه در تمام جای، اگر وایکرل نباشه کرومیک. سرجیکل تکنیک پوستر اسفنکترات میره پسان برتن میگم که چیست. دیگه پست آپراتیو کیر وقتی که شما یک تمزق کونه یا درجه 4 تعیین میکنین، اکثر میگن که یارا باید کلیر لیکوید بتینه دیگه چیزا بکنین. ما که بس از صدها تاشو زیادتر ترمیم کردیم، هیچ وقت کدام دایت مخصوص برای زینا تشریح نکردیم. دایت شایان برای که شما وقتی که اما را ترمیم کردین دیگه باز شما اما را پرپ کرده نمیده. پست آپراتیو کیرش فقط برش استول سافتنر میتین که با آسانی تقابط بکنه. دیگه فیوچر پرگننسی از اینا توصیه میشه که اگر وسایل نباشه، کسی قابل تجربه نباشه که دیگه دفعه ولادت کنه، توصیه میشه که باید سزارین کننش، سزارین دلیوری کنن. اگر نه کسایی که قابل اعتماد هستن و تجربه دارن، بسیار با خوبی و بسیار از یاره ولادت کردیم دیگه باز رپچر نکردن. خب most important factors that promotes healing. چی بسیار تندب تشویق میکنه. removal of all scar. تمام اسکار باید آدم بکشه افته فستولر. دیروز برتن ده هفته برتن ده فستولای ویزیکو واژنال گفتم. tension free closure برتن گفتم. tying knots, loose knot برتن گفتم. use absorbable suture. Vicral chromic بس. absorbable suture. thorough bowel prep. دیروز برتن گفتم که bowel prep چی رقم میکنی. هر جایی که اگر میگم که تکرار کنم فقط دستان بالا کنین، ما برتن تکرار بیم. prophylactic antibiotic only for fistula repair. برای ترمیم اپیزوتومی یا ترمیم تمزقات درجه 3 یا 4 که در وقت ولادت صورت میگیره، به هیچ صورت دادن انتیبیوتیک استحباب نداره. تنها برای فیستولا ریپیر یک انتیبیوتیک یا لانگ اکتینگ 1 دوز، شارت اکتینگ 3 دوز. دکتر عطیه من امروز گفت که پاکستانی ها که آمدن فیستولا رو ترمیم میکنن، 3 انتیبیوتیک برشان برای 1 هفته میدادن. هرچی برشان میگن بابا استاندارد امریکن کالج تو نیست، امریکن کالج در ایتیوپیا میگن که تنها کسایی که فیستولا دارن 1 انتیبیوتیک لانگ اکتینگ یا شارت اکتینگ برشان. washing the episiotomy and or laceration site. باید رو آدم بشوره. خوب در اجون از منتنترین قسمت های وجود است، مخصوصا مواد غایطه که چای انروبیک داره. مگر اینا رو کلش فقط پاک میکنین، یک ذره میشورید، ترمیم میکنین، کل گزینا خوب میشه، به شرطی که اینی چیزا رو مراعات کنین. loose suture, tension free closure, tying knot very loose, non-absorbable suture, thorough bowel prep اینا رو که بکنه. برای که قدر در این جریان خون زیاد است، مثل سرم و مثل روی واره که علمی تندب بسیار زیاد تشویق میکنه. یعنی ببینید اپیزیوتومی رو شما خودتان بدید. این یک ترمیم اپیزیوتومی است، یعنی ترمیم اپیزیوتومی درجه 2 که اینجا برتان نشان میده. کل گزیر ما خود مدلین اپیزیوتومی رو امرا یک تار از بالادم شروع میکنه تا اینجا، از اینجا داخل میشه، عضلات پس میکنه، پس اینجا سبکتیکولر میاد بخل میکنه چه هست چیش اینی گلپیسته، اینی گلپیده پر اینجا اوشت است برای که تو بسیار از کارا رو میکنی یا نیست پر اینجا است به شما خطا خوبه. اینی را اگر از لاور آردر بتین فقط در پیرینیان در میمانه، ایره کلمپ کنین، پیرینیان را برتن واز میکنین، مثل از اینکه 2 تا آستاند از 2 طرف محبل براتان واز میگیرد، صفا میدوزین این را استا پس بسته میکنید. قیمت ازی بخرم که $10 است. خود $10 میارزه که در نصف شهر شما را از پرابلم نجات بده. گلپی واژنال ریترکت نام شما برتان است اشتاک. اپیزیوتومی را میدوزین، اینجا پایان میادم پیرینیال میدوزه،
باز از اینجا پس از اینجا بازینال پس سبکتیکولر اینو بسته میکنه، گره خود در داخل از این میکنه، دم یک کوک کلش بسته میشه. منتها اینو میره فکرتان باشه که بسیار سست کوکتان کش کنید تا نیک کش کنینش که باش خوب سیما کمشه. فقط همین دان بدان که شد دیگه زیاد کش نکن. بنابراین این مریض سبا بریم پرسان کنین 99% از دیگه درد نداره، هیچ با دوای درد حساب نشده و من براتون گارانتی میکنم که 100% از اینا تندب میکنه. این باز تمزقات درجه 3 که شبکه اسفنکتر است، اقسام مختلف ترمیمات است. پشت تکنیک های مختلف نگردین. بهترینیش است که فقط یک کوک 8 بزنین خود اسفنکتره. این میره که اینجا اسفنکتر است. یک کوک 8 بزنین، این اسفنکتر است. یک کوک 8 بزنین، بعد از اون کپسولشه که در سرش یک سفید است. این اینجاست کپسول. این اینجاست. این میره باز یک 2 تا 3 تا انترپتد بزنین. بس دیگه. منتها این میره بسیار لوس سوچه. لوس سوچه 100% تندب میکنه و مریضم درد نمیداشته باشه. اینی اکسترنال اینال اسفنکتر است. انترنال اینال اسفنکتر اینیست است. بچش مادم نمیبینه. یک اسفنکتر خیالی است، منتها پیش از که شما ایره یک جای میکنین این عظمی زیر اسفنکتر خارجی ایره بسیار خوب شما دیدین بچش مادم میبینه عظمی زیر اسفنکتر خارجی یک 2 تا وایکرال 3-0 یا 2-0 این از اینجا بگیرین از زیر زمین نمی نسچه فقط بچش میره شما نمیبینین از این زیر اسفنکتر بگیرین این فقط اپراکسیمیت کنین دان بدن کنیش 1-2 تا کوک انترپتد که زدین انترنال اسفنکتر بسته کنین بعد از او اکسترنال اسفنکتر بسته میکنین باز دیگه این چیزای مختلف زد که تو ورلپ میکنین هیچ پشت از این نگردین هیچ کدام رندمایز کنترل نشان نداده که از اینی که دان بدان میکنینش یزی که بهتر است یا یزی که بهتر است اینمی سمپلش اینمیست که فقط یک کوک افت میزنی این اینجا ببینید که گفته یک کوک یو زده ماترس سوچر کرده که از اینجا داخل شده اتر آمده ایری گرفته پس اینجا آمده خود دلتان یو استیچ میکنین یا فیگر آف ایت استیچ میکنین کلش اینی گپ است یا بعضی کسا ایره اول سوچر میکنن بازو بازی را علایده هم را یک سوچر علایده پرینیوم میدوزن یعنی اینی یک تمزق درجه 3 که برازی چند رقم چیز درجه 4 است یک عملیات است که برام وارن فلپ میگن فراموشش کنید عملیات خوبم نیست معزیش نتیجه خوب نگرفتیم یک فلپ میسازن یک فلپ با 3 ماه بعد آدم قطع میکنه و این برازی است که میگن فستول نمیسازن بهتر این اینجا یک فلپ میسازن این فلپ پایین میکنن در پشت سر فلپ این اینجا مسئله رو ترمیم میکنن بعد دیگه شد این با اینمی رقمی که گفتیم ترمیم میکنن خب این وارن فلپ بانید بهترین طریقه از این طریقه لیر است که نوال ما باز برتون نشان میتونم طریقه لیر دیگه باز اینجا یک مول میمانند در چی که اگه خونریزی نکنه در مابین رکتم سبایشون مول میکشه خب اینیم فقط یک نشان میده که وارن فلپ شده اوقات چیز معلوم نمیشه دیگه خب اینی را برتان بگویم که چرا این مول اینجا بوده برازی که اگر آدم فکر میکنه که خونریزی در اینجا پیدا میشه باشین پسانتاری را برتان نشان میده اینجا خوب نشان نداره خب اینی یک واقع بود که دین روز ما شما را دیدیم که 15 سانتی متر یک فستول بود منتها سلاید استلش دیدیم امشب ما شما سلاید شیشه میبینیم ایران شما دی نشدید اینی را شما چی میکنید
چی شد؟ بسان باتون به yani چیش ویدیوش میپسند به ایره دین روز دیدین که چطور ترمیم کردیم که بیچاره 15 سال هم رایزی زندگی کرده بود. ببینیم که از رکتوم کده بسیار کلانه شروع وقتی که پسان میبینیم که وقتی که اسکارش بکشینی تقریبا 18 سانتیمتر میشه. هم تیر میشیم پس رفتم ببخشید. خود استنش است. دینش ها دیدن شما اینی رو ما شما امروز اینیم همشویره آمد 15 سال امرو عزیز زندگی کرده بود و اینا میمانم خودتون بشنوین به انگلیسی گپ زدیم اینجا که این واقع را براتون بگویم که تقریبا در امریکا هم که اول که نیست واضح باشه که سیری عملیات کردن خوب سرفت است. باشه بستر و خانمش موقع جان اولانه اسیستن Video nasıl? Bunlarla uğraşabilir مثل که چراغ چقدر مهم است کردن بسیار بخیر 5 دقیقه در هر شتر پال بکنم میشه Por onde emagrecemos essa gazinha, gracinha? اینا رو ویدیوشو چالان کن چالان کنی؟ شما گرفتیم This is the actual size of the fistula, which is probably 5 by 5. بعد انگلیسی گفت نظرم که چیشی خوب سرفت است. Video nasıl? Bunlarla uğraşabilir بخوام که ویدیو مکمل نیست اینی رو باز میکنیم 5 دقیقه در هر شتر پال بکنم میشه Por onde emagrecemos essa gazinha, gracinha? اینا رو ویدیوشو چالان کن completely removed. And then enough tissue be dissected so the closing will be totally tension free. So what we're going to do here, we're going to make it to a 4th-degree laceration right here. Right. I have an Alice, please. So this is actually a 4th degree. If you want to call it a 16 degree, you can say that. So here what we need to do. Now we know where the fistula tract is because we have captured it with the Alice. Otherwise, in fistula tract برای که ما وقت identify کردیم تشخیص کردیم میشیم رو Alice ما کم گرفتیم we would have lost this. So hold on to this moment, John. So here what we're going to begin. We're going to begin removing the entire fistula tract. Hold there, Rana. There. So that's going to cause a lot more deficit, but that's absolutely necessary. See, that's the fistula tract. Take this one. That we're removing. Yeah. I think it's a good tissue, good bleeding tissue. That's a good sign. So maybe we could prepare this 6 steps.
You had the battery? Let me have him start. Yeah. Him start. Okay, that's good. We'll just do this. ویدیو این اینجا را من براتون گفتم وقتی که اسفنکتر آدم بسته میکنه ممکن است که اسفنکتر چون بسیار از یکدیگر جدا شده آدم شریط کش میکنه بسیار زیر فشار باشه و علم که هرچی کوکاتر سیستم بزنید باز وقت کنده میشه این اینجا دیگه به تجربه من آدم یک معنی رکتل میکنه مگر مریض در زیر انستزی است که عضلاتش استرخا کرده اگر آدم فکر کرد که بسیار زیاد مسئله زیر تنشن است این اینجا در ساعت 7 یا ساعت 5 قچی رو آدم داخل میکنه این اینجا این رکتل اینی مسئله رو پشتر پس قطع میکنه کنیر پوستر از فکراتون میکنه ایش دیگه نه شما اینجا دیگه باز کوک بزنین خونم نمیته باز اگر مول در رکتم میمانین خونریزیش استاد میشه سبایی مول که کشیدین اصلا جای شقتانم نمیفین اینی چی میکنه که فشار از قدام کم میکنه سبب تندب میشه نمیفهم که ویدیو ما چرا خراب شد بازینی رو چرا ویدیو خراب شد بسیار ببخشید که ویدیو کار نکرد اگه نیره باید خوب میدیدیم این اینجا باز چی کردیم ما که براتون نشان بدم که این اینجا بازی که معلوم دار رکتوم از جدا کردیم و تمام اونا افسوس که ویدیوش نامده اینجا که شما ببینید رکتوم از محبل جدا کردیم و تمام اونا آزاد ساختیم بعد از اول رکتوم باز پیر رکتوم به دو طبقه دوختیم اول دوم بعد از باز یک شریط این از اینجا کش کردیم از زیر از بلبو کبرنز در سر ازی پچ کردیم بعد از باز محبل دوختیم باز مسئله داخلی و مسئله خارجی رو باز از خود چی گرفتیم ممکن است که بیا اگر آمد اینی را باز اینجا نشان نمیدونم چی ما اگر تمام داشتیم بیشتر کردیم من گرفت میکنم این رو بلد کبرنو داریم اینا رو شریف فهمیدم بیدان کنیم بلد کبرنو هستیم و شریف میکردیم از زیر جلد و از زیر محبل تیر میکنیم در سر همیده کشکیل کردیم کنیم این اینجا رکترایز نوال تشت میکنیم این کمرده بسیار زیاد کنس کردیم سال میکنیم اینجا توی زودتر بگه در سمسیمان میکنیم چسکیسیم حجمان تکنیم این وصفه کنیم که خیر کنیم اگه اینجا حجمان نیستیم حجمان نیستم رو بشتر اینجا بشم لبوید just
Keep it going. Just listen. Watch my pickup. Miren a ver, pasar a mí. Jag släppte Richard släppte grafen i grafen. Grafen in al azil sile körme kradam. Azil mahlar. Yazılı gerçekten içmiyorsun. Dersler yani termini öğretildiğinde ilmi adam kokuyor. Bir önce dedim. Yani da ben de bakacağız. Mira, مثلا مثل جای فرمی کنیم یه یک تقویم میکنیم این یک بزا کردن از فرد کنیم اگر شما متمدفات درجه‌سارتان دیدین که یک درجه اینه میره بکنیم بسیار از چیزی تقویم متعودين تجين كما يطلع كلب في رمضان يطلع وقال میداد وزاد یا کلنا اینه میره اگه یاد بگیرین قدر براتون آسان شوه قدر تیز شوه بسیار کنترل خوب داره ایره پالمنگ میگیم نیدال هولدر پالمنگ میگیم فقط در دست دادن است هیچ آدم انگشتار را یک دفعه داخل نمید فقط سوزن میگیره و بسیار با سرعت کار میگیره یعنی بازینی رو پس بسته میکنیم خلاص دیگه این 4 هفته بعدش و تمام اون یک پیرمون کمک کنه از خاطری که اینجا فکر گرفتیم یک ذره عدم تناظر پیدا کرده این بعد از این طور کردیمش این دیگه اینجا از توجهتون تشکر من این استاد میکنیم دیگه اگر سوال داشته باشین خوب اگر نه من از خدمتتون رخصت میشم اگر حیات باقی ما شما باز میبینیم اگر نه دیگه از ما شما را خداحافظ تشکر زنده سلامت باشید زنده باشید خدا دیر سال داشته باشید خب کسی سوال نداره باز من ویدیو رو برای کلگی روان میکنم خدا